آقا چطوری بچه ها؟ به اولین ویدیو امروز تاریخ خوش اومدی که میخوام بهتون یاد بدم چطوری توی ماینکرافت ماشین بسازیم. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. اول وارد ماینکرافت میشیم. وقتی که وارد ماینکرافت شدید یه زمین غیر جونی انتخاب کنید. وقتی که اون زمین رو انتخاب کردید وارد بازی هم شدید میرید و به این بلوکا ما نیاز اسمشون حالا براتون میگم، اما پیدا کردنش با خود. وقتی که وارد زمین شدیم اول ما به این چیزا نیاز ابزرور، بلوک آف ردستون، پیستون، استیکی پیستون، اسلایم بلوک و بلوک آف گولد. ما این بلوک آف گولدامونو 3 تا میذاریم اینجا، 3 تا بغلش، و ابزرورامون که به ایرانی یعنی سنسورامونو میذاریم اینجا، استیکی پیستونامونو میذاریم اینجا، اسلایممونو اینجا، بعد میایم اینجا پیستونامونو یه دونه اینجا میذاریم، یه اسلایم هم بالاش، و یه دونه بلوک آف ردستون رو میذاریم اینجا. این هم متاسفانه متوقفش نمیشه کرد، فقط بیایم نزدیکشیم و این بلوک قرمز رو یکم کار سخت و هر وقت می‌خواستیم دوباره روشنش کنیم دوباره بذاریم اینجا فرد خواستیم دوباره خاموشش کنیم. به همین راحتی. پس اول از همه پول داشتید، بعد از همه سلامت.